شام بخیر دوستان. همراه نزدیکان به هوای تازه برآمدیم در مرکز شهر دوشنبه. این فواره ها، فانتان ها در هوای گرم اینجا رو نهایت سالقین کردن. شام بخیر دوستان. در نزد هیکل اسماعیل سامانی قرار داریم و به هوای تازه بر اومدیم همراه نزدیکان. هوا نیز سلقین شده ایستاده است. شب تابستان چقدر شب بهترین است. در کوچه های تازه سیر و گشت کردم همراه دوستان نزدیکان. همه به هوای تازه بر اومده است. بینید مردم همه در شهر به هوای تازه بر اومدن. گل ها رو بینید چقدر گل های زیبا هستند. خصوصا شبانگاه در چنین هوا گشتن روحی کس بولیده می گردد. عصب ها آرام می شود. شب آرام خواب می کنید. هوای تازه این خود یک دارو است. مفید است برای هر یک انسان. اما اینجا کتابخانه ملی است، یعنی بیبلیوتека. و زیاد دوستان ما با من سوال میتونن چرا شما در دوشنبه زندگانی میکنید اما در کوچه های شهر گشت و گذار نمیکنید یا که بنوار نمیگیرید. زیاد ابونچی های من در کانال یوتیوب، پادپیسچیکای من نیز میگوین که با کجایی که رفتید، در کجای تاجیکستان که باشید، یعنی که ویدیو کرده کم هم باشد با ما روان کنید تا که ما ببینیم. زیادی هم وطنان ما در خارج هستن، بسیار میخواهند که هر روز وطن عزیز را ببینند. چقدر هوا سالقین است. نزد این فواره ها نزدیک شدن همین قدر سالقین است که نهایت هوای سالقین است. اینک دوستان به نزد کتابخانه ملی یعنی که بیبلیوتека نزدیک شدیم، یعنی از پشت هیکل سامانی ایستاده ایم. اما اینجا بینید چقدر فواره ها، فانتان ها همه اش کار کرده ایستادن. هوا سالقین، هوای تازه، نهایت سالقین است. چون در فصل تابستان به چنین جایها آمدن این به سلامتی انسان مفید است. خیلی میگویم عجب شهری دلارای دوشنبه، خیالم زیبی دنیای دوشنبه. در حقیقت دوشنبه ما زیبا شده است.
Thank you.